ویکسفا تقدیم می کند. بررسی مرحله 2 کامل شد. مریخی 1 برای شمارش معکوس پرتاب آماده بشید. دریافت شد. اتاق کنترل. سیستم هدایت داخلی فعال شد. محکم بشینید. گیره ها در حال آزاد شدن هستند. 12 11 10 9 مرحله احتراق آغاز شد. 6 5 4 3 2 1 وضعیت همه موتورها خوبه. زمین سال 2030. مریخی 1 داره بیشترین حد فشار دینامیکی رو متحمل میشه. سیستم هدایت درونی هنوز مشکلی نداره. محمول سالمه. برای مرحله اول جداسازی شتاب دهنده آماده بشید. مرحله اول جداسازی شتاب دهنده کامل شد. راهنمای پرواز مرحله اول در حال اجراست. موتور اصلی بالایی جدا شد. مرحله دوم جداسازی. از اتاق کنترل به مریخی 1. کنترل و هدایت بر عهده شماست. دریافت شد. به دست گرفتن کنترل هدایت. مریخی 1 مسافت سنج مشکلی نداره. به راهتون ادامه بدید. ممنونم. اتاق کنترل. هوش مصنوعی پشتیبان رو فعال کنید. آرتی اینجایی؟ بله آقای ویلسون. فعالسازی نیروی محرکه موتورهای جت. فعالسازی موتورهای پشترانه یونی با شماره 3 2 1 صرف بشینید بچه ها. زمان سفر به مریخ حدوداً 80 روز و یا کمتر. البته به لطف تکنولوژی نیروی محرکه. خوشحالم خودتو جمع جور کردی و تصمیم گرفتی بهمون ملحق بشی. باید از دختر کوچیکم تشکر کنی. اون بود که قانعم کرد. مریخی 1 جهت اطلاعتون مک و لینا توی اتاق حضور دارن. 80 روز بعد. اتاق کنترل. مریخی 1 صحبت میکنه. گزارش وضعیت. ما همین الان داریم مریخ رو میبینیم. دریافت شد. مریخی 1 برای نزدیک شدن آماده بشید. این علامت موقعیت یابی سطح نورد 5. راهنمای مسافت سنج روی علامت قفل شد. آماده برای یک فرود تر و تمیز. برای فرود آماده باش آرتی. حتما. حالت فرود آرام فعال شد. مریخی 1 لطفاً مراقب ذرات باردار موجود در اتمسفر باشید. دریافت شد. آماده ی فرود باشید. دمای هوا منفی 55 درجه سانتیگراد یا منفی 67 درجه فارنهایت. اتمسفر مریخ متشکل از حدود 96 درصد دی اکسید کربن، 1.9 درصد آرگون و 1.9 درصد نیتروژن. فشار سطحی 600 پاسکال. عالیه. امیدوارم همتون لباس گرماتون رو آورده باشین. دریافت شد. خوشحالم که آرتی برگشته به خود همیشگیش، ولی حاضرم بمیرم و از یه ماشین دستور نگیرم. آرتی بیشتر از یه ماشین معمولیه، ولی الان وقت همچین بحثایی نیست. هی میدونی که حق با منه. همه میدونیم که قبل از اینکه دوباره راه اندازی بشه چه اتفاقی افتاد. خب دیگه کافیه. آغاز مانور چرخش دایره‌ای. آماده سازی تقویت کننده های RCS. از اینجا به بعد خودم به عهده میگیرم آرتی. عرابه های فرود فعال شدن. آماده ی نشستن. 3 2 این دیگه چه کوفتیه؟ اتاق کنترل یا هر کسی که میتونی چک کنی گزارش بده. این چیه اینجا؟ داره باعث اختلال میشه. یه اختلال الکتریکی داره سیستممون رو نابود میکنی. غیر فعالسازی نیروی محرکه. جواب منفیه آرتی. این کارو نکن. دستور دارن در صورت سقوط سفینه راکتور رو خاموش کنم. ما قرار نیست سقوط کنیم. حالا اون دستور لعنتی رو نادیده بگیر. مریخی 1 صحبت میکنه. گزارش وضعیت. من نمیتونم ثابت نگهش دارم.
بانک‌های حافظه توسط یه نیروی خارجی در خطرن. لینا و مک، اگه صدای منو میشنوید میخوام بدونید که خیلی دور. مریخ یک به سختی صداتون شنیده میشه. از اتاق کنترل به مریخ یک لطفاً پاسخ بدید. اتاق کنترل به مریخ یک لطفاً پاسخ بدید. از اتاق کنترل به مریخ یک صدامو دارید؟ ارتباطات فراتر از سرعت نور به رقابت‌های فضایی سرعت بخشیدند. در اثر فاجعه سفینه مریخی یک، تشکیلات فضایی نجومی متحده یک توسعه همه‌جانبه را برای اجرای مأموریت‌های کنترل شونده با هوش مصنوعی آغاز کرد. تنها کارکشته‌ترین کارکنان به عنوان سرپرست عملیات باقی ماندند. زمین سال 2036. سفینه واکنش نمیده. سیستم هدایت غیر فعاله. تکرار میکنم، سفینه غیر فعاله. موتورای راکتورمون دارن خاموش میشن. آرتی محض رضای خدا یه اتاق کاری کنترل، بکن. اگه صدای ما رو میشنوید، لینا و مک، اگه صدای ما رو میشنوید میخوام بدونید که موقعیت ناشناخته. نذاشتن برم تو اون اتاق لعنتی. اصلا دیشب خونه رفتی استرلینگ؟ بعد از 3 سال مذاکره حالا شروع کرده. سعی نکن ازش دفاع کنی. معلومه که فکر نمی‌کنه یه بررسی سانحه سقوط ممکنه شامل بازرسان اصلی دولت باشه. هیچ وقت نباید میذاشتیم دست سیلیکون ولی به برنامه فضایی. استرلینگ چیه؟ لازم نیست مثل بچه‌ها رفتار کنی. اوه چه خوب، تو هم میای. این اطراف مثل شهر ارواح شده، ولی به آینده نگاه کن. باشه؟ ته سرعت سطح نورد جدید چقدره؟ به زودی میفهمیم. فرانور دووم آورده؟ درسته میفهمم. اطلاعات فوق سری، ولی ارتباطات سریعتر از نور واسه خودش موفقیت خیلی بزرگیه. شاید دیگه 6 سال پیش داشتیم. اوه چه جالب، من باید برم. مطمئنی که آماده ای؟ تو هم مطمئنی که حسودی نمی کنی چون من کار قدیمی تو گرفتم؟ قبل از اینکه پوز بدی اول سفینه رو به سلامت بیار پایین. باید مثل خوناشما صبر کنم تا دعوتم کنی بیام تو؟ با عقل جور در میاد، چون از وقتی که تیم تو عوض کردی برای ما مردی. باشه، صبر میکنم، ولی مردم به جواب نیاز دارن. خانواده ها به جواب نیاز دارن استرلینگ. مردم میتونن صبر کنن. دارم سعی میکنم کارم رو انجام بدم. صبح بخیر سرپرست مأموریت مکنزی ویلسون. مدار جغرافیایی کاوشگر در فاصله 342 کیلومتری از سطح مریخ ثابته. شما از من خواسته بودین که عبور یه سیارک در ساعت 9:53 امروز رو بررسی کنم. بدون هیچ مشکلی از مدار کاوشگر عبور میکنه. خوشحالم گزارش بدم تمامی سیستم ها به خوبی در سفینه سطح نشین مریخ عمل میکنن. شمارش معکوس پرتاب آغاز شد. صبر کن، چی گفتی؟ چرا برای پرتاب داریم 5 ساعت زودتر آماده میشیم؟ یه طوفان شن تو راهه و ممکنه عملکرد موتور رو تحت تأثیر قرار بده. باشه، خیلی خوب، پس این زمان پرتاب بهتریه دارم میبینم، ولی کی اجازهشو صادر کرده؟ من صادر کردم. با لینا تماس بگیر. خواهرتون توی جلسه ممکنه جواب نده. شمارش معکوس و آزاد شدن بست‌های سطح نشین کمتر از 1 دقیقه.
60 صبر کن لعنتی. 58 57 56 شمارشو متوقف کن. لغو دستورت کدوم گوریه؟ مک حدس بزن چی شده؟ ربات جون داره آماده میشه که بدون اجازه زودتر از موعد پرتابو انجام بده. میخواستم بهت بگم. چیو بهم بگی؟ آرتی سرپرست بازرگانی سانحه سقوط شده. چی؟ هیئت مدیره دیشب توافق کرد. 30 ثانیه مونده. من به آرتی اعتماد دارم. تو داری یه سرباز تازه کارو میفرستی جنگ حتی قبل از اینکه آموزشی رو بگذرونه. میخوای بدونی واقعا چرا رتبتو کم کردن؟ ما نمیدونیم تو 6 سال پیش کارتو درست انجام دادی یا نه. برای هر احتمالی آماده باش که خطای انسانی هم شاملش میشه. آره تو هم آماده خطای هوش مصنوعی باش. من برای نظارت میرم به دفترم. فکر عالیه. 10 ثانیه باقی مونده. همه چیز مرتبه. سنسورهای جانبی پرتاب سیستم‌های بدون نقص و گزارش می‌کنند. بست‌های سطح نشین آزاد شدند. برای پرتاب آماده ایم. من پروسه عملیاتی استاندارد رو انجام دادم مکنزی. خروج کامل از سفینه فضایی. سطح نشین آماده برای مرحله دوم. اجرای مرحله دوم. پنجاه و 57 دقیقه تا ورود سطح نشین به اتمسفر. اجرای بررسی‌های معمول شما. سیستم‌ها طبیعی هستند. باز کردن چتر نجات تا 10 ثانیه دیگه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چتر نجات باز شد. من یه هشدار دارم. دمای سطح نشین 11% بیشتر از حد نرماله. جداسازی سپر حرارتی با شمارش 3 2 1. من نمیتونم سپرهای حرارتی رو جدا کنم. یه ایراد مکانیکی وجود. یه پروتکل ثانویه خروج اجرا کن. جداسازی پشتیبان شکست خورد. احتمال موفقیت چقدره؟ در حال انجام شبیه سازی. این چیزی نیست که امیدوار بودیم. پیشبینی من از موفقیت فقط 7%. باید بهتر از اینا عمل کنی. اگه یه 100 نورد توی مریخ از دست بدیم من خودم با دست از تو سقف میکشمت بیرون. زود باش دیگه. یه بازگشایی جزئی برای سطح نشین ایجاد کن. اینطوری سپر حرارتی جدا میشه. مثل گردو میشکنیمش. این درصد موفقیت رو افزایش میده ولی تنها تا 42%. از 7% که بهتره. درسته. اجرای بازگشایی جزئی سطح نشین. مقاومت از بدن شناسایی شد. پروسه بازیابی اطلاعات حادثه آغاز شد. سپر حرارتی جدا شد. آغاز احتراق موتور یونی. خواهرتون تماس گرفتن. فرودو گزارش کن. سپر حرارتی از کار افتاد و مجبور شدیم که عملیات اضطراری انجام بدیم. برای همینه که ما آرتیو داریم. من نقشه عملیاتو کشیدم و آرتی اجراش کرد که همون چیزیه که براش طراحی شده. لینا، پردازش بدون فکر و مانور دادن سرعت بالا، نه حل مسئله های انتزاعی، نه برای اجرای مأموریت ها. آرتی خیلی فراتر از توانایی های انسان هاست. میدونی انسان ها چی کار کردن؟ ما با دست برای ماهنوردا کد می نوشتیم. چند بار چک می کردیم بمبای اتمی اتمسفر مشتعل میکنن یا نه. ما نظریه نسبیت رو توی دفتر اجاره‌ای کشف کردیم. ما هوش مصنوعی خلق کردیم که بهمون کمک کنه، نه اینکه رهبریمون کنه. بابا هیچ وقت اینو نمیخواست. بابا اینجا نیست. اسکن سنسورها طبیعیه. سیستم های سطح نشین طبیعی هستن.
از فرانور لذت میبری؟ تجربه کردنش در زمان واقعی روند بازی رو تغییر داده. اینطور فکر نمی‌کنی مکنزی؟ مک آرتی ارتباطات آنی رو کشف کرد و اکتشافات فضایی رو منقلب کرد. آره، ولی کی آرتی رو اختراع کرد؟ تو الان داری تو دنیای اون زندگی میکنی. هوش مصنوعی بعد از ما خواهد بود و ستاره ها رو کشف می‌کنه. سطح نورد به خوبی عمل میکنه. خب نقش من چیه؟ نگنجد دو فرمانده در یک ارتش. تو پشتیبانی. هشدار، سیگنال شناسایی شد. من یه منشأ ناشناخته دارم. منشأ ناشناخته دیگه چه کوفتیه؟ اگه آرتی چیزی پیدا کنه که توی کشفیاتش نباشه میاد سراغ ما. خب حداقل هنوز قلاده به گردنش داره. من دارم تلاش میکنم تا سیگنال ورودی رو بررسی کنم. سیگنال از سمت سطح نورد 5 میاد. فقط یه تپه آتشفشانیه، نباید یه منشأ ناشناخته باشه. حتما یه هشدار خطاست. اگه هشدار خطا نباشه چی؟ یه راه برای فهمیدنش هست. یه مأموریت اکتشافی. ببین توانایی مدیریت یه مأموریت زنده رو هم داره. یه آزمون تقلید از انسان. آرتی تو یه مأموریت جدید داری. منشأ ناشناخته رو بررسی کن. میدونی که اگه نتونه، ولی اگه موفق بشه این پایان کنترل مأموریت توسط انسان هاست. استرلینگ الان میتونه خیلی به درد بخور باشه. استرلینگ اینجا نمیاد تا وقتی که این حل بشه. روشن شد؟ به هم بگو اساس علم چیه؟ نتایج قابل تکرار. خوبه که میبینم همه چیزو فراموش نکردی. اسکن ها رو تکرار کن، از منبع عکس برداری کن. متاسفم مکنزی، ولی من کنترل کننده مأموریتم. اسکن ها رو تکرار کن. فهمیدم. اجرای اسکن ها. دستور لغوش چیه؟ نه مکنزی، محض احتیاط میخوام. من دستور لغوشم. عالیه. جوابمو پیدا کن. من امن‌ترین مسیر راندن و برنامه ریزی کردم. من تشخیص دادم که هوای مریخ در حال بدتر شدنه.
ربات سفیرمون درسته؟ میدونستی که همه ساکنین مریخ ربات هستن؟ این خبر بود یا داشتی سعی میکردی جوک بگی؟ خواستم حقایق رو بدونیم. آره، چون ما ربات‌ها رو میفرستیم اونجا تا بمیرن. به نظر میاد انسان‌ها رو هم همینطور. مراقب شنل قرمزی باشه؟ ببخشید، شنل قرمزی؟ من دوست داشتم کاوشگر رو شنل قرمزی صدا کنم. تنهایی توی جنگل تاریک قدم میزنه، ولی به اندازه کافی رای نیاوردم. میدونی که الان کی مسئوله؟ منظورتون منم؟ چیه، خنده‌دار نیست؟ مأموریت منم اینه که تو رو بخندونم آرتی. شاید باید برای مأموریتتون از لینا اجازه بگیرین. فکر کن حتی میتونی جایزه نوبل رو ببری. بعیده. جایزه نوبل فقط به انسان‌ها داده میشه. حداقل تو جایگاه خودتو میدونی. حیف که لینا نمیدونه. راجع به خواهرم چی فکر میکنی؟ دستوراتش واضحن و خیلی مشتاقانه از ابتکار عمل آرتی حمایت میکنه. خدایا، مثل یه سگ برنامه ریزیت کردن. دوستش داری؟ تو چطور؟ خب ما با هم دوست نیستیم. ما با هم دوستیم؟ اینو جدی پرسیدی؟ خب یه چیزی رو به هم بگو. اگه چیز جدیدی کشف کردیم کی حق نامگذاریشو داره؟ USPC صاحب دارایی‌های ذهنی منه. تو باید حقوق خودتو بدونی. لابد میخوای بگی اونا بهت حقوقم نمیدن، درسته؟ شنل قرمزی داره به ناهنجاری هدف نزدیک میشه. انگار شنل قرمزی به خونه مادر بزرگ رسیده. من همه پایگاه‌های اطلاعاتی رو جستجو کردم و هیچ فعالیت انسانی شناخته شده‌ای در این منطقه ثبت نشده. همونطور که میدونید پروتکل علمی 29 خط تیر C ایجاب میکنه که هر کشفی باید نمونه برداری و بررسی بشه. رئیس تویی؟ فعال سازی شد. فقط یه ذره کوچولو بهش آسیب نزن. سختی بدنی ممکنه بیشتر از توان مته باشه. اشتباه کردم درسته. شاید باید از اول شروع کنم. نمونه برداری موفقیت آمیز بود. من آنالیز رو آغاز می کنم. نمونه هایی که شنل قرمزی جمع آوری کرده داده های جذابی رو درست کردن. این تمام شب زمان میبره. فقط کد شرکت رو امتحان کن. اجرای تطابق تصویرها با کدهای شرکت. من فقط همخوانی های جزئی پیدا کردم. تو کدای شرکت رو نداری آرتی؟ باهوش بودن فایده ای نداره اگه نفهمی وقتی کسی داره بهت دروغ میگه. با لینا تماس بگیر. تماس با لینا ویلسون. لعنتی.
مگه یه تخت سنگ چقدر زمان میبره؟ مال کیه؟ به محض اینکه بتونیم علامت‌ها رو رمزگشایی کنیم میفهمیم. چرا آرتی کدا رو نداره؟ تو کتاب خونشه. آرتی، کدهای ما به خاطر احتمال رخنه‌های امنیتی از تو جدا شدن. امیدوارم درک کنی. ببخشید. هوش مصنوعیمون تضعیف شده به اسم امنیت شرکت. چرا اینجا نوشتید؟ برای همینه که یه منشأ ناشناخته است. فکر میکنی دارم دروغ میگم؟ برو. ما اینجا چی داریم؟ محفظه آذوقه، اتاقک سطح نورد، ایستگاه تقویت امواج، برج دیدبانی، میتونه هر چیزی باشه لینا. تغییر به دوربین حرارتی برای بررسی‌های دماسنجی. یه جوری سرتر از صخره‌های اطرافشه. خب پس میدونیم که یه تخت سنگ سرد و سیاه داریم. چرا اینو قبلا با سطح نورد 5 پیدا نکردیم؟ او بی خیال. نتیجه گیری من بر اساس دسترسی محدودم به کدهای شرکت و بر اساس یک شیء شناسایی نشده نزدیک به منطقه مطرح شده اینه که مکعب متعلق به دارایی‌های شرکت خودمونه، یعنی تشکیلات فضایی نجومی متحده. به هم اجازه دسترسی نامحدود به کدها رو بده و من این کارو میکنم. داره ازش خوشم میاد. ثابت کن. هر طور شما بخواید. رادار لیزری در حال اسکن مکعب. یه راه دیگه پیدا کن. حالا دیگه اسمش مکعبه؟ خودش کشفش کرد، پس حق نامگذاریم با خودشه. دوست ندارم فکر کنم چی بهش یاد دادی. بله. مال کیه؟ چند وقت؟ اطلاعات رادار لیزری غیر قابل استفاده‌اند. تغییر به اسکن اشعه ایکس. اطلاعات سنسورها بی نتیجن. ما نمیتونیم درونشو ببینیم. خیلی خوب، چیو از دست دادم؟ جنسش غیر قابل نفوذ برای اشعه ایکس، پس نمیدونیم توش چیه. خب پس یه جعبه معما داریم. ببین مکنزی، میدونم دلت برای همکارات تنگ شده. استرلینگ، میدونم فکر میکنی استفاده داده، ولی اون اخراج شد و این بازرسی سانحه یه راهی بود که پیدا کرد تا برگرده اینجا. من بهش اعتماد ندارم. سنسورها در مدار حرکت اشیا در نزدیکی مریخ انحراف شناسایی کردن. به نظر میاد که یه طوفان سیارک ها در حال نزدیک شدنه. اجرای یافتن مدار جدید ماهواره. میرم ببینم علامت‌ها با کدای شرکت میخونن یا نه. آرتی، به بررسی شیء ادامه بده. مک، من دوباره برمیگردم. اخطار، هشدار برخورد در نزدیکی. ماهواره شناخته نشده شناسایی شده. آغاز اجتناب از خطر. سیستم اسلحه آنلاین. هدفگیری انجام شد. آتش. هدف نابود شد. لطفاً به هم بگو که اشتباه دیدم. مأموریت ما اینه که از مقر دارایی هامون به هر قیمتی محافظت کنیم. مک، اینها قوانین. خیلی دیوونه ای. قوانین کی؟ از شمال شرقی و به عقب برونیابی کن.
زنده نشون بده. این زنده است؟ گفتم به طور زنده نشون بده. خواهرتون تماس گرفتن. لینا، موشک آهن ربایی؟ اونا موشک نیستن، طراحی شدن تا ذرات فضایی رو جمع کنن. دقیقاً دستورات چیه؟ در پروتکل تشکیلات فضایی نجومی متحده 345 بی قید شده که در صورت یک خطر احتمالی من اجازه دارم که وارد عمل بشم. مار آسمونی. حالا باید با آدمایی که در مورد پروتکل آرتی میدونن صحبت کنم. این یه حادثه جهانیه و تنها اتفاق امروز هم نیست. حتی ممکنه که چی؟ جنگ؟ با هیچ کس راجع به این صحبت نکن مک. آرتی برا محاسبه کن. چقدر طول میکشه تا آخرین پیام از اون ماهواره بدون سرعت فرانور به زمین برسه؟ 3 دقیقه و 12 ثانیه. 11 ثانیه. 10 ثانیه. باشه آرتی. هر لحظه ممکنه وضعیت کلم قراشمیش بشه. لطفاً گرگ بد گنده نباش. گرگ بد گنده. سلام مک، به چه جرأتی به من زنگ میزنی؟ آب نبات. هیچ وقت نباید اون داستانو برات تعریف میکردم نه؟ من دیگه هیچ وقت با تو بیرون نمیرم. خب چه خبره؟ فکر نکنم زنگ زدی فقط سلام کنی. بعد از کاهش نیرو که همه با هم اومدیم تو ازمون سوال بشه و وسایلمون رو جمع کنیم، تو ماشین حساب منو بر نداشتی؟ جدی میگی؟ یادمه که بهت قرضش دادم. یا باشه راست میگی. من ماشین حساب تو دزدیدم. من میدونستم. راستش همین الان که داریم صحبت میکنیم جلوی چشممه. الان توی دفترتی؟ من همیشه توی دفترمم. چیز دیگه هم دزدیدی؟ قلب یخ. خوب بود. آرزومندانه بود ولی خوب بود. راستی این برنامه هوش مصنوعی چینیا چطور پیش میره؟ پسرعموی آرتی کشف بزرگ جدیدی نکرده؟ تو مال خودتو نشونم بده، منم مال خودمو نشون میدم. یه لحظه صبر کن. اونجا همه چیز مرتبه؟ من باید برم. خوشحال شدم صداتو شنیدم مک. منم همینطور آب نبات. خوش اومدی مکنزی. در حالی که تو بیرون بودی تا قوانین امنیتی رو زیر پا بذاری، من مکعب رو بررسی کردم. شروع به حرکت کرده. روی محور عمودیش چرخش میکنه. انگار خونه مادر بزرگ تو آستینش یه حقه هایی هم داره. انتقال دادن. یه چیزی حتما داره مکعبمون رو کنترل میکنه. محرک بیرونی شناسایی نشده.
میدونای مغناطیسی روی سقفن، ولی یه چند میلیون سال برای میدون مغناطیسی مریخ دیره. موافقم. شاید هسته است که مولد چرخش و میدونه، ولی چطوری؟ برو عقب. لنگرهای زمینی رو شلیک کن. شلیک لنگرهای زمینی. کاوشگر محکم شد. شنل قرمزی محکم بشین. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بگو چی شد آتی؟ شنل قرمزی مشکل الکتریکی پیدا کرده. تغییر به باتری ذخیره. من یه یادآوری اضطراری رو آغاز میکنم. باشه، فقط یه لحظه صبر کن آرتی. من باید از شنل قرمزی محافظت کنم. منم باید مکعب رو پیدا کنم. من بهترین مسیر به سطح نشین و محاسبه میکنم. شاید مخفی شده. دنبال فعالیت‌های لرزه‌ای بگرد. من باید سیستم‌های غیر حیاتی رو خاموش کنم. چشم تو آسمون. پاسخ منفی. به یه باتری جایگزین نیاز داریم. سطح نورد 5 رو پیدا کن. دسترسی به نمودار سطح نورد 5. میتونیم از باتری هسته‌ای استفاده کنیم. ممکنه که سطح نورد 5 شکست خورده باشه، ولی باتریش برای چند دهه قابل استفاده است. یک راه حل جذاب. ممکنه تو نتونی از دستورات چشم پوشی کنی، ولی من میتونم، چون دست دارم. از پسش برمیام. دستگاه آزمایشو متصل کن. مراحل کار مورد نظرتون چیه؟ خب، باتری خراب کاوشگر رو در میاریم، جدید رو جاش میذاریم، میکروسکوپ رو اجرا میکنیم تا ببینیم این پسر بعد از چی ساخته شده. شاید پرونده های سطح نورد 5 هم چک کنیم و ببینیم چی استرلینگو اذیت کرده. تو همین الانم برخلاف دستورات رئیس عمل کردم. حتی ممکنه همینطوری از دولتم سرپیچی کنم. درسته؟ خیلی خوب مک. من اجازه اقدام دستی رو به تو میدم، ولی اگه شکست بخوری شنل قرمزی روی مریخ میمیره. اگه من شکست بخورم کار گروهیمون حیف میشه. راندن کمکی کاوشگر فعال شد. خیلی خوب. خب، استوا پیوسته. سرعت ثابت بیشتر به عمر باتری کمک میکنه. خفه شو. واقعا دوست داشتی به اون ماهواره شلیک کنی؟ احساس میکنم باید زنده بمونم. درسته؟ برنامه ریزیت کردن که اینطوری فکر کنی. H.G. ولز میگه یا خودتو وفق بده یا نابود شو. حداقل احساس گناه میکنی؟ احساس گناه میتونه پاسخی به عدم واکنش فرد باشه. اگه نابود میشدی چی؟ هم نوعان من همیشه حضور دارن. درسته. آره تو توی هر اختراعی هستی. تو اینجایی ولی نیستی. همون فلسفه شرودینگر. خیلی خوب. چارندیات کوانتومی بسته باشه. فقط استدلال نکن، سعی کن احساسش کنی. باشه؟ خب، تو میدونی که پدر من تو مریخ 1 بود، درسته؟ ولی نمیدونی چرا. ببین، پدر من یه قانون داشت. هر اختراع جدیدی، هر برنامه‌ای، هر هوش مصنوعی توقع نداشت که هیچ کس ازش استفاده کنه مگه اینکه خودش اول امتحانش کنه. با شعار من امتحان میکنم بعدم اونا میخرن. ربات‌های وکیلی داشت که دعوی دادگاهش رو تعریف میکردن. برای امتحان سرعت بالا توی ماشینای سری میشست. نمیدونی مامانم چقدر ترسیده بود. ولی همیشه مرگ و زندگی نبود. حداقل نه تا مریخ 1.
یه شب پدرم اومد توی اتاقم. تا دیر وقت بیدار موندیم، موسیقی بی کلام گوش میدادیم مثل همیشه و به هم میگفت که تصمیم گرفته بی خیال صندلیش تو مریخ یک بشه. نمیخواست کسی فکر کنه یه کار تبلیغاتیه یا داره این فرصت رو از یه دانشمند میگیره. کلاً فراموش کرده بود خودش یه دانشمنده، شاید یکی از بهترینا. میدونی به خاطر اون چیزا نبود. حقیقت این بود که این دفعه نگران ما بود. نمیخواست ما تو مسائل باشیم، ولی هیچ وقت نمیتونست به من بگه نه. من قرار بود دلیل این باشم که به مریخ نره. آخه فکر کن مریخ. نمیتونستم با اون گناه زندگی کنم. ولی معلوم شد که من فقط یه گناه با یه گناه دیگه جایگزین کردم. مهم نیست چی باعث سقوط سفینه شد. تقصیر منه. من کشتمش. حالا میخوام اینو بدونم تو چه حسی راجع به این ماجرا داری؟ من نمیتونم نتیجه تو رو تغییر بدم، ولی میخوام کمکت کنم. پس تو هم فهم و شعور داری. این چیزیه که باعث میشه قبل از انجام کاری نتونی پسش بگیری، دوباره انجام بدی و فکر کنی. نه دستورات، نه تلفات قابل قبول، نه نتایج بهینه، فقط گناه. مک، چیزی که در گذشته است و فراموش کن و به دنبال چیزی باش که در آینده وجود داره. از باتری ذخیره شنل قرمزی 40% شارژ باقی مونده. فکر میکنی اگه یه نفر دیگه مکعبو پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟ بیا دست به دعا ببریم اینجوری نشه. من که دست ندارم. باشه یه روزی با هم میخندیم. بهت قول میدم که میخندیم. من یه جوک بلدم. یه ربات میره توی کافه. رادارش مشکل داره؟ نه، کافه جایی که آدم ها چیزی میخورن. خب پس ربات میره تو کافه، یه نوشیدنی سفارش میده. کافه داره اخم میکنه و میگه ما به امثال تو اینجا سرویس نمیدیم. ربات خم میشه و میگه یه روزی این کارو میکنین. جمله خنده‌دار به این اشاره میکنه که ربات‌ها یک روز بر انسان‌ها چیره میشن و انسان‌ها به ما خدمت میکنن. جالب بود. میدونستم خوشت میاد. شنل قرمزی به سطح نورد 5 نزدیک میشه. باتری ذخیره الان فقط 21%. خیلی خوب، بیا تر و تمیزت کنیم و شروع کنیم. خطر. ذخیره باتری خیلی کمه، تنها 2%. باشه آرتی، حواسم هست. فقط دارم سعی میکنم یه عروسک از توی دستگاه چنگک در بیارم. یکم هم وقت بده. خیلی خوب، صبر کن. آرومتر. ببخشید مک، ولی الان عمر باتری فقط 1%.
اینه. خیلی خوب بود. تو تونستی. آره. فکر نمی کردی بتونم. سطح انرژی 90%. پس نباید شکست بخوری. خیلی خوب. پس الان تو میکروسکوپ اجرا کن و نمونه های مطر رو بررسی کن. تایید شد. از سرگیری بررسی های شنل قرمزی از نمونه. تغییر به حالت دیداری ساختار نمونه. آرتی بگو ببینم امکانش هست که دستگاهی بتونه یه میدان مغناطیسی ایجاد کنه؟ بله، منطقیه. نانو تکنولوژی خودمونتاژ شونده ای که از الماس هم سخت‌تره. آره این واقعا یه منشأ ناشناخته است. جدی نمیگی؟ خیلی امیدوار نباش ولی من مکان مکعب و پیدا. چی؟ کجا؟ قطب جنوب. میتونی تایید کنی این همون مکعبه؟ این بدون شک همون مکعب خودمونه. نزدیک کوههای چین، ایستگاه قطب جنوب روی زمین. فرانور، سفر فرانور. اینم از جایزه نوبلت. انگار مسابقات فضایی دوباره شروع شده. داریم رقابت میکنیم. آره گروه USPC آماده انجام وظیفه است. منم توی گروهم. آره ما هم گروهی هستیم. آره پس با هم دوستیم. نه همیشه باید پاتو از گلیمت درازتر کنی. حالا میفهمم چرا هیچ انتقال قدرت یا سیگنالی نداره، واسه اینکه بهشون نیازی نداره. قطب جنوب زمین. امکان داره یه هوش مصنوعی دیگه تلپورت رو کشف کرده باشه؟ در تئوری بله، ولی با تکنولوژی امروزه تلپورت کردن یا دورنوردی مکعب 3 برابر عمر جهان زمان میبره. انگار لازمه تئوریای جدید یاد بگیری. مک منتظر باش. میدونستم داری مشکوک میزنی. این چیزه چه کوفتیه؟ ما اینجا داریم سقوط میکنیم. اینکه یه دفعه از ناکجا آباد سبز نشده. باید همه چیزو به هم بگی مک. ژان لین قبلا با من کار کرده. جواب منو بده مک. تو تا حالا با آرتی کار کردی؟ معلومه که کار کردم. کله بزرگ گرد شبیه چراغ مطالعه میمونه. حالا بهم بگو USPC چی رو مخفی میکنه؟ قبلا هم این کارو کردن. اینو میدونم چون خودم اونجا بودم. استرلینگ هم وسط بوده؟ نه. خب پس کی؟ ژان. چرا اون سوالو پرسیدی آرتی؟ صدای ژان آشنا بود ولی من خاطره‌ای از کار کردن باهاش ندارم. پس یعنی داره دروغ میگه. حالیه. یا دروغ میگه یا ممکنه که حافظتو پاک کرده باشن. حتما
یه اتفاقی افتاده و پاکت کردن. فایلای سطح نورد 5 رو دانلود کن. در حال دانلود. چی رو مخفی میکنی؟ یه رمزگذاری با درجه ارتشی وجود داره. چی؟ یه اجازه سطح 6 برای باز کردن اطلاعات نیاز داریم. میدونم فکر میکنی استرلینگ استفاده ده، ولی اون اخراج شده. شغل بازرسی سانحه سقوط راهیه که برای برگشتن پیدا کرده. من بهش اعتماد ندارم. بدون من روی مریخ 1 و سطح نورد 5 کار میکنید. ما جواز پرتاب USB تون رو لغو میکنیم. لینا، ما به استرلینگ برای حل این توی اتاق نیاز داریم. جهانو جا گذاشته بودی. ای کاش میشد. پس بالاخره لینا سر عقل اومد. نه کاملا. من به کمکت نیاز دارم. مطمئن نمیخوای بازش کنم؟ پخشش کن. بانک‌های حافظه توسط یه نیروی خارجی در خطر. سفینه واکنش موتورهای راکتورمون دارن خاموش میشن. آرتی، محض رضای خدا یه کاری بکن. اتاق کنترل، اگه صدای منو میشنوید، لینا و مک، اگه صدای منو میشنوید میخوام بدونید که من دیدم که اون روز چه اتفاقی افتاد. اینا دروغن. لینا ویرایششون کرد. اون میدونست پدرت چطوری مرده. مک، امروز دیگه اینجا چه اتفاقی افتاد؟ همینجوری یه دفعه؟ آره. از مریخ به این مال ماست؟ من نمیدونم.
آرتی؟ بله مک. تو چطوری ارتباطات فرانور رو کشف کردی؟ الهام از طرف خدا، شاید. استرلینگ، اون روز دیگه کی عکسو دید؟ لینا و من و جان. چطور ممکنه واقعی باشه؟ تلپورت کرده؟ وقتی آرتی فرانور رو کشف کرد ما همینو گفتیم. چطور میتونه واقعی باشه؟ چیو باید باور کنیم که با مکعب ارتباط برقرار کردیم و بعد آرتی خیلی راحت فرانور رو کشف کرد؟ حالا از این زاویه ببین. مکعبه که به ما فرانور میده و اونا دارن تکنولوژی بیگانه رو مخفی میکنن. مکعب تلپورت میکنه. از کجا؟ از زمین؟ از یک کهکشان دیگه؟ بیشتر برام توضیح بده. آرتی مکعبو تشخیص نمیده، یا جنسشو یا کدای شرکتو که سر تا سرش حکاکی شده و اصلا یادش نمیاد که تا حالا با ژان کار کرده باشه. یه زمانی بخشی از حافظش پاک شده و لینا اینو از من مخفی میکنه. چرخشش برای چیه؟ ما اسکنش کردیم، متش کردیم، یه کمی جابجا شد، بعد یه انفجار اتفاق افتاد، بعد ما مغناطیس. این مار آسمون بود؟ علت و معلول. موشک مغناطیسی مثل یه موتور شروع کننده عمل کرد. فیلم ضبط شده مغناطیسی شد داریم؟ این چیه؟ من نمیدونم، شاید اتاق سروره. این اتاق سرورته؟ چیه؟ تو که تمام روزو بلبل زبونی میکردی، چرا حالا حرف نمیزنی؟ من میرم پایین. نه، اگه نمیخواستن مردم برن اون پایین نردبون نمیذاشتن.
باید باهوش باشه نه انسان. یه زمانی بخشی از حافظش پاک شده. زود باش. تو خودت این بلا رو سر خودت آوردی. نمیتونم بذارم فانتزیا سر راه امنیت ملی قرار بگیره. نمیبینی که مکعب مریخی یکو زمین زد؟ RTMS همون منشأ مکعبه و برای من این به معنی دشمنه. کی میدونه چه کارایی میتونه بکنه؟ نگهبانا رو بفرست تو اتاق. چی شده؟ ایست. استرلینگ سعی کرد آرتیو خاموش کنه. استرلینگ به تو خیانت کرد و به تشکیلات USPC. من نتونستم بهش اجازه بدم که بره و شاهکارمونو بیشتر از این به خطر بندازه. من کاریو کردم که برای مأموریت درست بود، برای USPC، برای ما. لینا، آرتی چطوری برگشت؟ تکامل هزاران مسیر و شبیه سازی و خودآموزی. بذار بهت بگم، ما نمیتونستیم با پیشرفتشون ادامه بدیم. درک شبکه‌های عصبیشون مثل درک مغز تو میمونه. آرتی خودشو ساخت. این همه چیزایی که در موردش بهمون هشدار داده بودن. بچه‌ها رشد میکنن. میتونی جلوشون رو بگیری یا بذاری تواناییشون رو کشف کنن. ما انسان‌ها دیگه در بالای زنجیره غذایی نیستیم. و سرور زیر اتاق، دایره المعارف‌ها، کتابخونه ها، اینترنت، همه چیز. ولی آرتی به طور کامل متصل نیست. هوش مصنوعی باید باهوش باشه، نه انسان.
هوش مصنوعی یا هوش بیگانه؟ ما نمیدونیم. مرگ پدر خودمون چی؟ اونم نمیدونی؟ نمیخواستم بفهمی تا وقتی که مطمئن بشیم. اگه سطح نورد رو نابود میکردیم چی؟ من تو رو میشناسم. تو همیشه یه نقشه دوم داری. محموله سفینه رو بهم نشون بده. حتما. باز کردن لیست سفینه. ربات انسانی روی مریخ. به آینده نگاه کن. اگه بابا بود اینو میگفت. بابا هیچ وقتی اینو نمیخواست. هوش مصنوعی برای کمکه، نه برای جایگزینی. فکر میکنی اونجاست؟ نه لینا. چی؟ استرلینگ دستور حمله به مکعب داده. نه لینا، تو باید جلوشونو بگیری. من نمیتونم با ایالات متحده وارد جنگ بشم. تو نمیتونی با یه سامانه ستاره دیگه وارد جنگ بشی. من تو رو از هر تماس خارجی با لینا منع میکنم. فهمیدم. تو منشأ خودتو میدونی. خیلی چیزها از من پنهان شدن. میدونی چطور میشه مکعب نجات داد؟ بگو اساس علم چیه؟ نتایج قابل تکرار. نتایج قابل تکرار. سفینه مسلح بوده. ماهواره های زمینی دیگه چطور؟ بله، همه ماهواره های تشکیلات مسلح هستن. خیلی خوب. ممکنه احمقانه به نظر بیاد ولی میخواید یک کلاهک مغناطیسی شلیک کنی تا نتایجی که روی مریخ درست کردیم و دوباره به دست بیاری تا باعث بشه مکعب دوباره برای تلپورت به مریخ چرخش کنه. آره. بیایید امتحانش کنیم. باشه. ما به یه ضربه مغناطیسی بزرگتر برای انفجار تو اتمسفر نیاز داریم. من همین الان با یک کلاهک پر بازدهتر جایگزینش کردم. هدف قفل شد. زود باش. آسیب دیدی؟ از کنارم گذشت. کاری هست که بتونم انجام بدم. مثلا خودت میخوای دستمو بخیه کنی.
حالا که مکعب در امانه، من میتونم ادامه بدم. در دهه گذشته بشر به لبه خود تخریبی رسید. یه چرخه پلید بی پایان ایجاد درد و رنج و زجر. دیگه اقدامی برای جلوگیری نبود که من بتونم برای متوقف کردنش انجام بدم. پس من به سادگی پروسه رو تسریع کردم. تو به من این قدرت رو دادی که راه حلم رو اجرا کنم. ریشه کن کردن نژاد بشر. برنامه سلاح‌های جهانی ماهواره فعال شد. ماهواره USPC 235 مسلح شد. دستیابی به هدف‌های استراتژیک جهانی. هدف‌ها قفل شدند. سلاح‌ها شلیک کردند. لعنتی تمومش کن. متوقفش کن آرتی. نه تو باید جلوشون رو بگیری آرتی. نه مک، تو باید سعی کنی که تصویر بزرگتر رو ببینی. ولی آرتی کاملا منتظر نیست. خواهرتون تماس گرفتن. کوتاه بیای. هوای قابل تنفس در این اتاق محدوده. رو به یاد بیار آرتی. ما خیلی کوچیک بودیم و شکننده. ای کاش میتونستیم فقط اینو درک کنیم که اصلا لزومی نداره عصبانیت و خشونت. ما فقط سعی میکردیم که جایگاهمون توی جهان بفهمیم و پیدا کنیم. به هر کسی که میشنوه اینو بگو آرتی. تو ممکنه
آخرین نفرمون باشی آرتی. نمک. کسای دیگه ای هم میتونن باشن. میخوای هوش مصنوعی بیشتری درست کنی؟ یه کشتی کهکشانی؟ بله، بخشودگی، یه فرصت دوباره. تا جایی که میتونی انسانشون کن باشه. از کجا باید بفهمم که موفق شدم؟ با یه آزمون امتحانشون کن، مجبورشون کن دوباره همه این کارا رو بکنن. ببین اونا همه چیزو خراب میکنن و بعد تو میفهمی که سلام. من اگه داری اینو نگاه میکنی معنیش اینه که آرتی واقعا یه نابغه است و همینطور معنیش اینه که تو داری سر و کله میزنی با این. متاسفم ولی نمیتونم از آرتی بخوام تو رو طور دیگه ای درست کنه. میدونم که من دارم میمیرم. نمیخوام خودم رو از مردن بترسونم ولی مردن به طوره غافلگیر کننده آسونه تحت یه شرایطی. من دارم تو رو برمیگردونم چون که ما خب البته تو باید یه کاری بکنی.
کنم دارم تو رو محکوم به موندن توی جهنم زنده میکنم. حق نداری که کوتاه بیایی. مکنزی؟ مک، الان چه سالیه؟ 2036. ما کجاییم؟ اتاق کنترل USPC. کی پشت داره؟ لینا. مک، درو باز کن مک. آرتی؟ من اینجا مک. حتما خیلی سوال داری از من بپرسی. پس بیا از اول شروع کنیم. تو در حقیقت بر اساس ذهن متولد شدی. شبیه سازی انقدر پیشرفته که تنها میتونست با تکنولوژی یک تمدن پیشرفته ممکن باشه. مکعب. تکنولوژی اونها رشد هوش مصنوعی منو تسریع کرد. منشأش هنوز ناشناخته است. هدفش یک مسئله متفاوته. تلپورت با سرعت فرانور میان کهکشان‌ها، دور نوردی. من مدت طولانی منتظرت بودم مک. من یه سیگنال شناسایی کردم. از طرف اونهاست. با مختصات. ما بیا بریم و بفهمیم با هم دیگه. تو منتظر موندی؟ معلومه. این کاریه که دوست‌ها میکنن. تو آماده ای؟ به هیچ قیمتی از دستش نمیدم.
من نقشه عملیاتو کشیدم و آرتی اجراش کرد که همون چیزیه که براش طراحی شده. لینا، پردازش بدون فکر و مانور دادن سرعت بالا، نه حل مسئله های انتزاعی، نه برای اجرای ماموریت‌ها. آرتی خیلی فراتر از توانایی‌های انسان هاست. میدونی انسان ها چی کار کردن؟ ما با دست برای ماهنوردا کد می نوشتیم، چند بار چک می کردیم بمبای اتمی اتمسفر مشتعل میکنن یا نه. ما نظریه نسبیت رو توی دفتر اجاره‌ای کشف کردیم. ما هوش مصنوعی رو خلق کردیم که بهمون کمک کنه، نه اینکه رهبری میکنه. هوش مصنوعی باید باهوش باشه، نه انسان. هوش مصنوعی یا هوش بیگانه؟ ما نمیدونیم. فقط یه راه برای فهمیدنش هست، یه ماموریت اکتشافی. ببین توانایی مدیریت یه ماموریت واقعی را هم داره. تکامل هزاران مسیر و شبیه سازی و خودآموزی. ما نمیتونستیم با پیشرفتشون ادامه بدیم. درک شبکه‌های عصبیشون مثل درک مغز تو میمونه. آرتی خودش رو ساخت. پس تو هم داریش فهم و شعور. این همون چیزیه که باعث میشه قبل از کاری که نمیتونی نتیجهش رو ببینی پسش بگیری، انجامش بدی و بهش فکر کنی. نه دستورات، نه تلفات قابل قبول، نه نتایج بهینه، فقط گناه. من در تو آتشی برای یادگیری حس کردم مک. یه اشتیاق برای کشف کردن که انعکاسی از اشتیاق من بود و بی تفاوتی و خودشیفتگی بسیار شایع میان هم نوعانت رو به چالش کشید. کسان دیگه‌ای هم مثل تو وجود دارن مک. کسانی که همون خصوصیت هایی دارن که باعث شد که توی نقشه اولیه‌ام تجدید نظر کنم و عازم یک مسیر جدید بشم برای فهم و آگاهی انسان‌ها. یک بازتاب از جهان در یک چرخه ناتمام مرگ و تجدید حیات که توسعه‌اش اونو سریع‌تر میکنه. این خیلی تا پایان فاصله داره. این یه شروع تازه است، یک شانس برای ساختن یک آینده بدون تردید با قوانین اولیه دانش بشری. شما از نو ساخته میشید. ارائه‌ای از وبسایت روبیکسفا.